سلام دوستان، به دیگچه خوش اومدید. یه نان پنبه‌ای و ترد که به همه پیشنهاد میدم حتما درست کنن. ما 2 فنجان شیر گرم رو توی یه ظرف میریزیم، نصف فنجان شکر، 1 قاشق و نیم خمیر مایه فوری رو بهش اضافه کنید. همه رو مخلوط میکنیم، روشو میپوشونیم و به مدت 10 دقیقه بهش استراحت میدیم تا خمیر مایه فعال بشه. بعد 1/4 فنجان روغن بهش اضافه میکنیم. کمی نمک و 1 قاشق سرکه. ما همچنین حدود 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر اضافه میکنیم و 2 تا دونه تخم مرغ. خب 6 پیمانه و نصفی آرد داریم که کم کم اضافه میکنیم. هم میزنیم تا یه خمیر منسجم بشه. با دست ورز بدید و آرد رو کم کم اضافه کنید تا یه دست بشه. بعد 50 گرم کره که میشه حدود 2 قاشق غذاخوری رو اضافه میکنیم. روشو میپوشونیم و اجازه میدیم خمیر به مدت 1 ساعت و نیم در یه مکان گرم استراحت کنه تا تخمیر بشه و حجم بگیره. بعد که حجیم شد هوای اضافه رو خارج میکنیم و خمیر رو 12 تا چونه میکنیم. چونه ها رو یکم با فاصله مثل ویدئو داخل سینی فر بچینید و بذارید تا به مدت 10 دقیقه استراحت کنه و حجم بگیره. چونه ها رو با ترکیب زرده تخم مرغ با کمی شیر رومال میکنیم و یکم کنجد روش میپاشیم. سینی رو توی فری که از قبل گرم کردید بذارید تا با دمای 180 درجه سانتیگراد به مدت حدود 20 دقیقه بمونه و آماده بشه. حتما این نونهای فوق‌العاده با بافت نرم و پنبه‌ای رو درست کنید و لذتش رو ببرید. برای حمایت از دیگچه لایک و کامنت رو فراموش نکنید دوستان.